بسم الله الرحمن الرحیم. حدیث دارد 4 نفرن بدون حساب میرن جهنم. از قبل که بیرون میان حساب نداره، راحتن، یه سره میگن بفرمی جهنم، راحت. یکی مانع الزکا ولو به حبت، یه حبه گندم نداده زکات به گردنش بود بره جهنم. دوم شارب الخمر ولو به قطرته، مشروب خورده توبه نکرده ولو یه قطره مرده. تارک الصلا ولو به رکعته، عمدن یه رکعت نماز نخونده توبه نکرده مرده باید بره جهنم. بله. یکم به حق الوالدین ولو به لحظته، یک آن باباتو ناراحت کردی، مادرتو ناراحت، دیر شب رفتی منزل، مادر در خونه رو وا کرده نگاه کرده، دیر اومدی، دیر رفتی، هیئت رفتی، جلسه رفتی، جمع‌کران رفتی، تا صبح پدر مادر سوختن، منتظر باید بری جهنم. یه سر راحت دیگه. هر کی میخواد در راه محشر معطل نشه یه سر بره جهنم، این 4 تا رو عمل کن. شاید که عمل کنین، اهل عمل باشین.